ما نزدیک میشیم با نزدیک چشمه گوگیرد در ناحیه ورزاب دهه گراب بالاتر از پیچندر و پایینتر از زومندو یک کوپس از سفید دره. این یک چشمه یک وقت چشمه بسیار چشمه چکار و سیراب بود. این حال اینا بچه که آوا خورده سن میگن که بوی تخم میکنن. بوی تخم پختگی اکام منطقه دیگه حشری مالایزیا اون آمده. اینجا کنه خود جبور کنم نداشت. آخه بطوق نمیشم اینجا. چی جوش کنده شده. که در توصیه استان توصیه میشه برای سیاحو. این سیاحو خیلی مالایزی اومدن. او منظرهای دیوانه منظرهای دیوانه گفتید تاوی عجب منظره خوبه. اینه میمون خوش اومده شهرهای دورتر بره اخره ما ناو میگیریم. اصلا این چشمه همچون چشمه شفا انگیز انا معرفی میشوند. اصلا برای بیماری پوست و بعضی بیماری هایی که در سیستم میده و روده پیدا میشود پیشتر با مانند اخورچه کسی حجمی بود که آب جمع میشید و مردم در بلوس کتیله بود. اینا بسیار چیزاش خیلی نیست. به نفرانی که جا آمدن ساعت فراغت ساعت خوب کسی با نیت شفا اگر که آب نوشه انشاءالله که شفا میاد.